فاوندیشن چیه؟ سلام، همونطور که قول داده بودم امروز یک خودآرایی خیلی ساده داریم، یه میکاپ روز برای حالا وقتی که میخوایم بریم سر کار یا یک رستوران یا یک برانچ ساده. اولین چیزی که برای یه میکاپ احتیاج داریم یه دونه کرم مرطوب کننده است. حالا این کرم مرطوب کننده میتونه هر کرمی باشه، ولی من از این کرم استفاده میکنم که بعداً همه توضیحاتش رو توی کپشن مینویسم. کرم مرطوب کننده رو همه جای صورتتون میزنید، قشنگ پخش میکنید. اگر که توی روتین روزانه‌تون باید کرم دور چشم بزنید، کرم دور چشم استفاده بکنید، ولی کرم دور چشمی باشه که کانسیلر روش بخوابه و قشنگ بتونید از کانسیلر هم استفاده بکنید. خب اینو باید اول به شما نشون بدم که دقیقا بدونید که من از چی استفاده میکنم. خیلی از CC کرمی ها هستش که وجود داره، ولی خب به نظر من این خیلی کاورش خوبه. خب برای زدن فاوندیشنتون خیلیاتون من دیدم هنوز با دست میزنید. با دست نباید بزنید. حتما یه براش فاوندیشن داشته باشید که این براش یه مقدار نسبت به براش های دیگه این براشش محکم تره و وقتی که از مک حالا سفورا هر جایی که سوال کنید که براش برای فاوندیشن میخواین بهتون میدن. دومین چیزی که احتیاج داریم یه دونه کانسیلره که باز هم مهم نیستش که برندش چی باشه، ولی باید کانسیلری باشه که به پوست شما مچ باشه و اینکه وقتی که میزنید زیر چشمتون شکسته نشه. حالا کاری که میخوام کانسیلر رو بذارم زیر چشمم. فقط در این دو نقطه کانسیلر رو بزنید کافیه. شروع میکنم کانسیلر رو کاملا حالت ضربه‌ای زیر چشمم و روی این قسمت بینی میزنم، چون وقتی کانسیلر رو روی این قسمت بینیتونم پخش میکنید باعث میشه که بینیتون باریک تر بشه. همونطور که میبینید حالت ضربه‌ایه. اصلا من کانسیلر رو نمیکشم. کلا هر چیزی که میخوایم روی صورتمون بزنیم باید حالت ضربه‌ای باشه، اصلا حالت کششی نداریم. کانسیلر اضافه نمی کنیم. همین براشمون که یه مقدار کانسیلر داره یه مقدار پشت چشممونم میزنیم که رنگ پشت چشممون و زیر چشممون با همدیگه یک دست باشه. حالا میخوام همین ضد آفتابم بزنم. یه مقدار روی صورتم میزنم، بعد همین مقدار کم رو شروع میکنم به پخش کردن. همینطور که میبینید فقط حالت ضربه‌ای، ما اصلا روی پوست هیچ چیز رو نمیکشیم. همینطور که داریم ضربه میزنیم سعی میکنیم که خط بین کانسیلر و کرم صورتمون رو از بین ببریم. با همون براشی که داریم حالت ضربه‌ای به صورتمون میزنیم که چربی صورتمون گرفته بشه و کانسیلر و کرم ضد آفتاب یا همون فاندیشنمون کاملا هیچ خطی نداشته باشه و تو همدیگه فید بشه. سومین چیزی که احتیاج داریم یه دونه بلاش هستش. این بلاش از برند میکاپ بای ماریو هست. کلا من بلاشایی که کرمی هستن از پودری رو بیشتر دوست دارم. وقتی میخوایم بلاش بزنید سعی کنید که فقط این قسمت، چون ما میخوایم صورتمون رو حالت کشیده نشون بدیم. حالا برای اینکه صورتتون رو گرد نشون بدین یا اینکه زاویه‌اش رو عوض کنید اون رو در ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. با یه براش مخصوص رژگونه تمام این رژگونه‌مون رو به سمت بالا فید میکنیم. باز همونطور که میبینید دارم ضربه‌ای انجام میدم، اصلا نمیکشم. برای اینکه صورتتون فرشتر به نظر بیاد یه مقدار همین چیزی که روی براش مونده رو نه اینکه اضافه بکنید، یه مقدار نوک بینیتونم بزنید. قسمت مورد علاقه خودم اینه که با همون رژگونه حتی به پشت چشمام یه رنگی میدم. یعنی همون براشتون که یه مقدار توش رژگونه مونده اونو حالت ضربه‌ای میزنید پشت چشمتون. برای همین میگم این براش کرمی خیلی بهتره، چون که باهاش خیلی کارا میتونید انجام بدید. میام جلوتر تا رنگا رو ببینید. یعنی پشت چشم من الان معلوم نیستش که سایه زدم یا رنگی زدم، ولی یه جوری کانتور شده که تمام صورتم با همدیگه همه رنگ ها یکسان و قشنگ یک رنگه. قسمت آخر قسمت رژ لبمون هستش. برای اینکه میخواین خط لب بزنید، برای اینکه خب دیگه تمرین کنیم خیلی حرفه‌ای بشیم، اول میایم یه نشونه گذاری میکنیم. یه دونه پایین لب، یه دونه هم بالای لب.
وقتی این کارو کردیم حالا اینا رو به همدیگه میرسونیم به این شکل. به همین راحتی. تمام این محصولات رو توی کپشن براتون می نویسم. اینم یه رژ لب نود خیلی خوش رنگ از لوریل هستش. قسمت حالت دادن به ابروها من دارم از ریمل مک استفاده میکنم. فقط یه مقدار به ابروها حالت میدیم، یه مقدار از اون رنگای کرم پود یا ضد آفتابمون که روش رفته رو فقط پاک میکنیم و ابرومون رو به سمت بالا شونه میکنیم. حالا چون من خودم کاشت مژه دارم شاید نتونم ریمل زدن رو خوب بهتون آموزش بدم، ولی اگر فکر کنید که این براش ریمل باشه شما باید پلکتون رو آروم بگیرید با انگشتتون و شروع کنید به ریمل زدن، خیلی آروم. حتی اگه سایه هم داشته باشین وقتی که اینجوری ریمل میزنید اصلا سایه‌تون هم خراب نمیشه. این هم یه میکاپ روزانه، یه میکاپی که شما همه چیز دارین ولی انقدر رنگ ها نچراله که انگار که میکاپ زیادی هم ندارین. یه میکاپ روزانه و خیلی سبک.